آموزش 22 از سری آموزش در افزار مادسین رو دنبال میکنیم. در آموزش قبلی اومدیم و یک مدل رو شروع کردیم که در اون 3 واحد مختلف رو داشتیم. واحد طبقه بندی داشتیم، کلاسیفایر ها، هیدروسیکلون رو داشتیم، واحد آسیاب کنی از نوع میلی بالمی و همچنین واحد میکسر از نوع سام. اصطلاحاً در یک مدار داشتیم که مدار ما دارای 2 جریان ورودی اصلی بود که یکیش خوراک کارکنه و یکی جریان آب اضافی بود که در نهایت می اومد و تنظیم میکرد میزان درصد ذرات جامدی که وارد هیدروسیکلون میشد رو. یک جریان اصطلاحاً خروجی نهایی یا محصول نهایی رو داشتیم که همون سرریز هیدروسیکلون بود و تعداد جریان اصطلاحاً اینترنال یا داخلی داشتیم که وارد بحث جریان ها شدیم و در این آموزش میخوایم تنظیمات مربوط به جریان ها رو بگیم. اما قبل از اینکه وارد تنظیمات مربوط به جریان ها بشیم، در بخش Core Characteristics و Selected of Mineral to be Processed همون گزینه پیشورد Conventional Mineral رو در حالت انتخاب قرار بدید، چرا که ما متریال یا ماده معدنی که مثلا مد نظرمون هست غیر زغال‌سنگ هست، لذا همون گزینه پیشورد باید انتخاب بشه. تعداد مینرال ها مواد معدنی 1 در نظر میگیریم که اسم کلی راک رو اومدیم و گلمسنگ معدن براش در نظر گرفتیم. میزان گراویتی اون یا درمادانستی اون 2.7 هست. تعداد کلاس هایی که برای اصطلاحاً دانه بندی و نمودار دانه بندی در نظر گرفتیم 25 کلاس مختلف هست و حد اکثر اندازه ذرات رو برابر 5 میلیمتر اومدیم و در نظر گرفتیم. اما جریان شماره 1 جریان واحدی 1 همون پلنت فید یا خوراک کارخونه هست. لذا در بخش فیدستری اومدیم و این جریان رو مشخص کردیم که اگر روی این جریان کلیک بکنی میتونید دانه بندی مربوط به خوراک ورودی رو ببینید که در ستون اول اندازه ذرات توجه داشته باشید در قسمت یونیت آف سایز، چون گزینه متر در حالت انتخاب، لذا تمام اعدادی که در این ستون یا اصطلاحاً ستون مش سایز قرار دارن ابعادشون بر حسب متر هست. و در ستون دوم درصد عبوری از سطح مختلف رو همونطور که در اینجا می‌بینید نمایش داده شده که تعداد اصطلاحاً این درجه بندی های کلاس ها 25 عدد معادل عددی هستش که در این قسمت وارد کردیم. در قسمت استریم فید اسم جریان رو میتونید ببینید. همونطور که میبینید مش سایز ها رو ما اینجا 20 قرار دادیم که میتونیم همون حد اکثر 25 تایی که در اینجا هم تنظیم کردیم این مقدار رو براش در نظر بگیریم. توجه داشته باشید که درصد ذرات جامد ما 95% در واقع جریان 1 در نظر گرفتیم و نرخ جریان ذرات جامد هم همونطور که در اینجا میبینید برابر 2.778 ضرب در ای به توان 1 یا به عبارت میشه گفت برابر 27.78 واحد هم کیلوگرم بر ثانیه است. در صورتی که اگر بخواید واحدی رو تغییر بدید توجه داشته باشید که بایستی عددی که در
این قسمت وارد کردید رو بیایید و تغییر بدید و بر اساس واحدی که انتخاب میکنید اعمال شد. اما جریان شماره 5 مون که جریان آب هست و فقط میشه گفت یک آب اضافی رو وارد میکسر میکنه تا بتونه درصد ذرات جامد رو برای هیدروسیکلون تنظیم بکنه که اگر روی اون کلیک بکنید همونطور که میبینید در قسمت استریم میتونید اسم اون رو تغییر بدید و در قسمت Specify Water Addition By دو گزینه موجود. گزینه Water Addition Rate و گزینه Percent Salinity Unit که اگر شما گزینه Water Addition Rate رو انتخاب بکنید گزینه Water Addition Rate برای شما فعال میشه و میتونید جریان 5تون رو اینکه مقدارش چقدر باشه بر اساس جریان آب تنظیم بکنید و در قسمت واحد هم میتونید عدد رو بر حسب کیلوگرم بر ثانیه، متر مکعب بر ثانیه یا سایر واحدها وارد بکنید. ما اومدیم و این جریان رو بر اساس درصد ذرات جامد تنظیم کردیم و گفتیم این جریان درصد ذرات جامدش 45%. به عبارت دیگه در صورتی که درصد ذرات جامد ما بیش از 45% بشه بلافاصله جریان اضافی آب وارد مدل میشه تا بتونه درصد ذرات جامد رو حداکثر روی 45 نگه داره تا بتونه هیدروسیکلون باهاش کار کنه. اما جریان‌های 2، 3 و 4 که جریان‌های داخلی هستند و جریان 4 که اصطلاحاً جریان پروداکت ما یا محصول نهایی ما هست که اگر روی جریان 4 کلیک بکنید میتونید یک اسم براش در نظر بگیرید. در مثال اسم پروداکت رو براش در نظر میگیریم. برای این جریان دانه بندی ما لحاظ نکردیم. جریان های 2، 3 و 6 جریان های اینترنال هستند که جریان 2 جریانی هستش که از میکسر وارد هیدروسیکلون میشه که تنظیمات خاصی برای این جریان در نظر نگرفت. جریان شماره 3 همونطور که در اینجا میبینید اصطلاحاً تحریز هیدروسیکلون هست که میاد و وارد بال میل میشه یا وارد آسیاب میلی میشه و علم در واقع میشه گفت عملیات نرم کنی برای اون انجام میده. و همچنین جریان شماره 6 که خروجی آسیاب میلی رو وارد میکسر میکنه. همونطور که در اینجا میبینید ما اومدیم و فقط تنظیمات رو برای جریان‌های ورودی انجام دادیم. طبیعتاً بر اساس این دو جریان ورودی یعنی جریان بایدی 1 که پلان فید است و جریان 5 که آب مربوط به میکسر هست مثل آمپاتر هست، این دو جریان ورودی به سیستم ما هستن لذا بایستی مقدار برای اینها و مشخصات تنظیم میشه. جریان‌های 2، 3 و 6 جریان‌های داخلی هستند که میشه گفت
بر اساس محاسبات بالانس جرمی که در نرم افزار ماسین انجام میگیره محاسبات براش اونها مقادیر برای محاسبه میشه و جریان پروداکت نهایی هم که محصول نهایی هست و بر اساس محاسبات خودش به دست میاد. لذا برای فقط جریان‌های 1 و 5 ما اطلاعات رو اومدیم و وارد کردیم. برای سایر جریان‌ها یعنی جریان‌های داخلی و جریان‌های اصطلاحاً محصول نهایی پروداکتمون بر اساس محاسباتی که انجام میگیره اصطلاحاً محاسباتشون و نتایج و اعداد ارقامشون توسط نرم افزار بحث. خب بعد از اینکه اطلاعات مربوط به جریان‌ها مشخص شد در بخش ادیت فیلد مدل پارامترز ما باید بیایم و اصطلاحاً مدل هایی که برای اجزای مختلفمون در اینجا هست که ما کلاسیفایر هیدروسیکلون رو داریم، آسیاب میلی رو داریم و میکسر سامپ رو داریم. برای این 3 واحد بیایم و مدل های مربوط به اونها رو مشخص کنیم و تنظیماتشون و پارامترشون رو وارد کنیم که در آموزش بعدی در مورد اونها صحبت خواهیم کرد.